قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بگو ای رسول با آن مسخره کنندگان اهل کتاب: ای اهل کتاب، آیا انتقام شما جز این چیزی دیگری هست که ما با الله و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل شده است ایمان آورده ایم و بدانید که بیشتری شما فاسق هستید، یعنی از طاعت الهی بیرون رفته و بر ارتکاب گناه جرأت کرده اید. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بگو آیا شما را از کسانی که در نزد الله جزای بدتر از این دارند خبر بدهم که شما ما را بدان متهم نموده اید، حال آنکه آن صفات در شما موجود می باشد؟ آنها کسانی هستند که الله آنها را لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را میمون و خوک گردانیده است و پرستندگان طاغوتند. طاغوت هر آنچه به جای الله پرستش شود و آن پرستیده شده راضی باشد. تفسیر سعدی. آنها را بدترین جایگاه است و از راه راست گم گشته ترینند. و اذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا یکتمون. و چون منافقان نزد شما آمدند گفتند که ایمان آوردیم و حال آن که با کفر داخل شدند و به همان کفر خارج گشتند و آنها دعوا دارند که مؤمن هستند، الله با آنچه پنهان می دارند آگاه تر است. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. میبینی بسیاری از آنها را، یعنی یهودان را، که به گناه و بدادی و در خوردن مال حرام از یکدیگر تیز میشتابند. واقعا کاری بسیار بدی را انجام میدهند. معنای بدادی یعنی از حد گذرانیدن از حق. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا دانشمندان و فقیهانی یعنی یهود آنان را از گفتار گناه یعنی از گفتار گناه آلود و حرام خورگیشان باز نمی دارند؟ راستی چی بد است آنچه انجام می دهند. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. پروردگار پیامبرش را از عقیده بد یهودان و آنچه میان خود پنهان می داشتند خبر می دهد. یهودیان گفتند که پروردگار دست بسته است، یعنی پروردگار بخیل است و این واقعه زمانی بود که به آنها خشکی و قحطی رسیده بود. دستهای خودشان بسته بود و به آن سخن که گفتند ملعون گشتند. یعنی پروردگار آنها را از رحمت خود بیرون کرد و امر چون این طور نیست که آنها بر الله سخنی دروغ می بافتند، بلکه دستهای الله گشاده است، به هر سان که بخواهد روزی می دهد و آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است به سبب بخل و حسدشان در طغیان و کفر بیشترشان خواهد افزود. ما تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکنده ایم. هرگاه که به سبب ویرانی نیتشان و فسادکاریشان بر مقابل مسلمانان آتش جنگ را افروختند، الله خاموشش ساخت و آنان در روی زمین به فساد میکشند و الله مفسدان را دوست ندارد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. و اگر اهل کتاب ایمان به الله و رسولش بیاورند و پرهیزگاری کنند، یعنی فرموده هایش را به جا آورند و از آنچه من کرده است دور بایستند، گناهانشان را خواهیم نابود کرد و آنها را به بهشت‌های پرنعمت داخل خواهیم کرد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. و اگر تورات و انجیل و آنچه را که از جانب الله بر آنها نازل شده، یعنی قرآن را بر پای دارند، از بالای سر و زیر پایشان روزی بخورند، یعنی رزقهای آنها فراوان گردد. بعضی از آنها مردم میان رو هستند و بر حق استوارند و بسیاریشان بد کردارند و از راه حق گمراهند. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.